حیدری عزیز، من فقط یه گلگی بهش کردم، گفتم تو مناظره منو دعوت نکردید بیایم مناظره داشته باشیم با هم دیگه. آقای حیدری نظرت چیه یه روزی مناظره بذاریم بین من و شما و مهران مدیری و رامبد جعفری؟ میگم ما خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. چه خبری دنبال میکنیم؟ بگیم اون خبرها رو من ببینم. عمومی‌تر مثلا در حدی که ترامپ کجا رفت کجا نیومد. آره از این ترامپ چرا این کارا رو میکنه آقای حیدری؟ نمیدونم وقت نشده که ببینم. مازیار فلاحی اومد آقای حیدری. مازی بیا بازی، بیا تو بازی. در نیابت مازیار فلاحی. سلام خوبی؟ من و مازیار حیدری و محضرنیا چی شد؟ اینجا دیگه کنسرت نیست، اینجا مناظره است. یعنی الان بین من و تو و محضرنیا که خواننده ایم قراره یه مسابقه رخ بده، یک مسابقه خوانندگی. پست تو دیدی تو اینستاگرام هم؟ بله یادم. خیلی باحال. پست من نمی‌فهمم جدی می. واقعا پست آقای حیدری خیلی خجالتی محفوظ پریوز در که من پسر رو دوستش دارم.